برنامه صحبت روز. سلام بینندگان عزیز، زکی و هوشمند تلویزیونی بهارستان پیشنهاد شماست سلسله برنامه صحبت روز و در این برنامه صحبت میکنیم راجع به برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت و انیخترش برداشت از یک سال آزمونی برگزار گردیده. مهمون ما هستم در استودیو رحمان رحمانوف، معاون دیرکتور اوید به علم انستیتوت خیمیایی به نام واسیل ایوانویچ نیکیتینی، اکادمی ملی علم های تاجیکستان. خوش آمدید به برنامه. به ما شما معلوم است که در ردیف آزمون جمهوری فروغ صبحی دانایی کتاب است و آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من باز یک آزمون دیگر، آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خوشبختانه یک سال جمع بست گردید و فکر میکنم که این آزمون تا جای انمون خالگی های در سمت علم های دقیق را پورا میکند. میخواستیم از برداشت خود صحبت کنید که این آزمون در سال یکم در کدام سطح دایر گردید. مرحمت. تشکر. تشکیل چنین یک آزمون البته یک امر واقعی هم بود و تقاضای زمان نیز محسوب می‌یافت، زیرا که معلوم بود که امروزها یک در فضای علم خالگی ها بسیار به نظر می رسید. یعنی منظورم از خالگی ها یعنی اساساً دور شدن جوانان بیشتر از علم یعنی بسیار به نظر می رسید. بنابراین یعنی اعلانیه چنین یک آزمون یک امر ضروری محسوب می یافت و این آزمون در دایره یعنی عملی نمودن برنامه رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی راه اندازی شده بود. خب علم فروغ معرفت واقعا این یک یعنی معرکه مهم علمی و فرهنگی می باشد که اساساً خاص مردم فرهنگ سالار است و خوشبختانه مردم ملت تاجیک از زمره چنین یعنی مردمان فرهنگ سالار و علم آفر است که از قدیم الایام تاریخ گواه است که ما تا به امروز افتخار از گذشتگان و افتخار از عالمان فعلی که الان در راه علم زحمت میکشند یادآوری مینماییم. در این آزمون جمهوری قریب 400 نفر در دور جمهوری شرکت نمودند و در مجموع 75 نفر جایهای اول، جایهای دوم، سوم را از 7 نامیناسیون اشغال نمودند. نامیناسیون یعنی اختراعکاری که اساساً از 3 قسمت عبارت بود. قسمت اول مربوط یعنی خوانندگان مکاتب تعلیمات عمومی که در این قسمت 5 نفر طالب علمان مکتب‌های تعلیمات عمومی جاهای 1 و 2 و 3 را اشغال نمودند و در قسمت دوم نامیناسی اختراعکاری باشد یعنی این دانشجویان که اینها هم در مجموع 5 نفر جایهای اول و دوم و سوم را اشغال نمودند و قسمت سوم باشد اسپیرانتان، دکترانتان و به واسطه یعنی اکادمیکان، دکتران نیز شرکت نمودند که در مجموع اینها هم 5 نفر جایهای یعنی نمایان را اشغال نمودند. آزمون علم فروغ معرفت این البته آزمون است که همه ساله، یعنی این فقط برای همین سال نیست. یعنی این موافق فرمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، یعنی این آزمون باید همه ساله برگزار کرده شود. این آزمون واقعا زمینه‌های بسیار خوب فراهم می‌سازد. در همه نامیناسی‌ها امکانیت فراهم می‌سازد که نابغه‌های بهترین یعنی علم‌های مختلف را در رشته علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی به میدان علم یعنی راهنمایی نماید. زیرا که امروزها معلوم است که در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان جوانانی هستند که واقعا لیاقت و استعداد بلند علمی و فرهنگیشون زیاد است، اما امکانیت‌های برای در میدان علم به نمایش گذاشتن برای آنها قریب که محدود بود. امروزها همین آزمون‌ها برای همه طبقه‌های جامعه ما امکانیت فراهم می‌سازد که همه مردم شریف تاجیکستان باید استعدادهای علمی و فرهنگی خود را نه فقط به مردم شریف تاجیکستان بلکه به دنیا باید که
نمایش دهند. یعنی از گذشته باید یعنی با امروزیان باید که همچون یک دلیل باید به طور یعنی نمایشی پیشنهاد نمایند که واقعا ما یعنی مردم یعنی فرهنگ سالار و صاحب علم هستیم. این آزمون توانست که تمام جمهوری رو با هم بیارد. منظور ما هم دانشمندان در ساحه فنهای دقیق و آزمون از روی 7 نامیناسیون چنانه که ذکر کرده دایر کرده شد و میان 2 سین و سال خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و اسپیرانتان و مکاتب عالی. اکنون میگفتید که در سال اول که این آزمون دایر گردید مقصدی که داشت به دست آورد، برداشت شما چی است؟ این آزمون بنابر آنکه سال اول قدم اولین خود را برای مثلا رشد آیندگان گذاشت، واقعا از کمبودی ها هم خالی نبود، چون که این سال اول است و تا زمانی که کمبودی یعنی آشکار نگردد ما نمیتوانیم که از پی اصلاح شویم و من مطمئن هستم که در سالهای بعدی میتواند این آزمون در یک سطح بلند و با صفت بلند یعنی گذرانیده شود، چون که وقتی که ما هم به یعنی خوانندگان مکتب‌های تعلیمات میانه و هم دانشجویان رو از همون دوره‌های اول تا دوره 4 وقتی که ما از همچون اعضای آزمون بودیم، خب به همین خلاصه رسیدیم که واقعا در بین خوانندگان مکتب‌های میانه، در بین دانشجویان مکاتب‌های عالی صاحب استعدادها بسیارند، اما نه به آن درجه که مثلا گویم که قانع می‌سازد جامعه ما را. یعنی البته باز هم یعنی باید جوانان بدانند که این آزمونی هست که واقعا یعنی در یک درجه عالی علمی و فرهنگی هر یک فرد باید که در این آزمون آشکار گردد و هدف از این آزمون هم باید که بهترین ها از میان یعنی شرکت کنندگان باید پیدا کرده شود. اما به مشاهده ما یعنی از روی که ما مثلا با اکثریت خوانندگان و دانشجویان مصاحبه میکردیم، یعنی آنقدر یعنی سویه دانش آنها یعنی جوابگوی طلبات هایی که آزمون داشت اونقدر جوابگو نبودن. اما من مطمئن هستم که جوانان هم یعنی الکی بیدار شدن اکثریتشون، چون که از دور 1 تا دور 4 تغییرات ها زیاد شد. یعنی به مشاهده رسید که واقعا همه جوان ها کوشش کردند که اون اشتباهاتی که و اون معلومات هایی که مثلا در خود نداشتن تا دور 4 آنها توانستن که از خود کنن به قدر امکان و نتیجه هم معلوم گردید که شاه جایزه نصیب هیچ کس نگشت. این البته سبب هم داشت. سببی به شاه جایزه مثلا نائل نگشتن این یکم این که مثلا اگر ما بخش اختراعکاری در نظر گیریم، باید که شاه جایزه به کسایی داده شوند که اختراعات آنها در دنیا باید مشابه نداشته باشه، یعنی که آنالوگ نداشته باشه. و دویم قسمت اختراعکاری این است که عالمانی که مثلا اختراعات خود در نمینه اختراعکاری پیشنهاد کردند، اون اختراعات اگرچه مثلا مشابه داشت در دنیا، یعنی که آنالوگ داشت، اما ناوابسته از اون که مثلا وای آنالوگ داشت یعنی مشابه داشت، اما آنها را با مکافات های البته شاه جایزه نه، بلکه مکافات های سپاریدن دیپلم و افتخارنامه و همون مبلغ هایی که مقرر شده بود، مکافات های پولی مکافاتانیده شدن به اون خاطر که اون اختراعات آنها نیاز امروزی جامعه ما محسوب میشد. درست است که این قدم اول است و جوانان و نورسان آنهایی که به این فنها یعنی فنهای دقیق، طبیعت شناسی، ریاضی میل و رغبت داشتند، آنها توانستند که در این آزمون اشتراک کنند. در قدم اول این موفقیت ما است که در این سمت نیست جوانان ما میل میکنند و از نگاه دیگر تا جای نظر خود اعضای حکمان عمیق است که
شاه جایزه رو به هیچ کس نصیب ندانستند. چنانه که شما قید کردید، این همون کفایگی نکردن دانش داوطلبان وابسته بر نظامنامه آزمون بود و از جانب دیگر فکر میکنم که داوطلبان بار دیگر جهد و تلاش میکنند، در سالهای میمده شرکت میکنند، اشتراک میکنند و صاحب شاه جایزه میگردند. 75 نفری که مقام های یکم، دوم، سوم رو گرفتند، بعد از گرفتن همون مکافات و هوسمندگردانی ها فکر میکنم که در اکادمی خرد علم ها من بعد یا اینکه در مکتب های مخصوص دانش خود را صقل میدهند. برنامه صحبت روز اساساً هدف از آزمون علم فروغ معرفت این جلب جوانان و علمهای طبیعت شناسی و دقیق ریاضی است. طوری که معلوم است، خب امروزها یکی از یعنی سببهای رشد کشورهای معاصر پیشرفته این اساساً سرچشمه آنها از رشد همین علمهای طبیعت شناسی و دقیق ریاضی محسوب می‌یابد و در پایه این علمها دیگر یعنی سمت‌های علمها نیز می‌توانند به واسطه تغذیه گیرند. مثلا یکی از مثال‌های روشن البته برای همگان مثلا معلوم است که رشد علم شیمیا که از جمله علم‌های طبیعت شناسی محسوب می‌یابد، یکی از علم‌هایی است که واقعاً اساس پیشرفت کشورهای ابرقدرت معاصر را محض همین رشد علم شیمیا بیشتر و بیشتر سهمگذار است. شما ببینید که امروزها اگر ما به درستی تحلیل کنیم، خب علم شیمیا یعنی امنیت این کشور هاست. علم شیمیا رشد علم طب است. علم شیمیا رشد مثلا حتی ساحه صنعت مثلا تصویری و ساحه صنعت فیلم برداری است. مثلا بیشتر یعنی لحظه های فیلم هایی که مثلا ما تماشا میکنیم قسمت های پیروتکنیکی اساسا از به واسطه یا که رنگ و بار اونها از شیمیا وابستگی دارد. اگر ما به درستی تحلیل کنیم، رشد اساسی ترقیات کشور به واسطه و بدون شک از علم شیمیا وابستگی زیاد دارد. اما برای آن که این علم و دیگر علم‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی رشد نمایند، باید زمینه‌های آنها به درستی فراهم ساخته شود و از همه مهمش باید که سیستم‌های تعلیم و تربیت به کلی تغییر داده، یعنی یک اصلاحات جدید باید درآورده شود که از مکتب‌های حتی از باغچه‌های از کودکستان‌ها آغاز نمایند که برای رشد علم‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی باید از کودکستان زمینه پیدایش مفهوم‌های دانش‌های یعنی هم علم‌های طبیعت شناسی هم دقیق و هم ریاضی از کودکستان آغاز گردد و بالاخره به مکاتب‌های عالی برسد. باید که اول در مکتب‌های از کودکستان، مکتب‌های میانه باید که سیستم تعلیم باید به درستی به راه مانده شود و کوشش باید کرد که در یعنی جوانان باید بیشتر به علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی جلب کرده شوند. مهمترین یعنی عاملی که مثلا باید که جوانان به همین علم‌ها یعنی بیشتر جلب کرده شوند، باید تمام متخصصان این ساحه یعنی باید به یک صنعت بلند، با یک هنر و استعداد بلند تخصصیشان باید توانند که در ذهن جوانان یعنی همین مفهوم ها، همین نازکی های علم های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی را جای دهند تا اونکه آنها توانند برای آینده خویش مشکلات های همین علم های سه ساحه ضروری را باید که برای خودشان مستقلانه راهگشایی نمایند. باید که جوانان ایجادکاری باید در فطرت آنها پیدا شود. این یکی از عامل‌های اساسیه که میتواند امروز یعنی در اقتصاد ملی کشور ما نیز سهمگذار باشد. تشکر، سلامت باشید. من نیز با شما هم فکر هستم و در آزمون در برابر 7 نامیناسیون سمت دیگری بود اختراع‌کاری و در این باز یک سمت دیگر جای داشت در اختراع‌کاری اشتراک کردن کلانسالان. توجه چگونه بود؟
در نمینه اختراعکاری در برابر جوانان، یعنی کهنسالان از جمله اکادمیکان، مثلا در انستیتوت کیمیا اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان عزت الله نوروزویچ غنیف شرکت نمودند. اکادمیک عزت الله نوروزویچ توانستند که از انستیتوت خیمیا مقام اول را اشغال نمایند و البته این مایه افتخار نه فقط انستیتوت ما بلکه مایه افتخار مردم شریف تاجیکستان محسوب می‌یابد. آزمونی که برگزار گردید از المپیادهای فنی چی فرقیت دارد؟ تفاوت این آزمون از المپیادهای معمولی از آن عبارت است که در انتخاب مسئله هایی که ما در آزمون گرفتیم، یکم مهمترین تفاوتش این که واقعا این مسئله ها نهایت مرکب بودند و برای المپیاد ها باشد، یعنی اونهایی که شرکت کنندگان المپیاد باشد، آنها اساساً در دایره برنامه های مکتب های میانه و مکتب های عالی گرفته شد. و تفاوت دیگر از آن عبارت است که در آزمون یعنی اساساً یعنی به بخش عملی بیشتر توجه زیاد داده میشد و این هم البته سبب دارد. سبب از آن عبارت است که مثلا هدف اساسی امروز حکومت باید علم در استحصالات جاری کرده شود و همین آزمون هم یعنی امکانیت فراهم می‌سازد که یعنی نمایندگان علم دستاوردهای خویش را زمان در این آزمون پیشنهاد کرده می‌توانند که مثلا خصوصا در بخش اختراعکاری آنها در استحصالات تطبیق خود را پیدا کرده باشند. و فکر میکنم که آزمونی برگزار گردیده عنعنوی گردیده همه ساله نیز دایر میکرد. بله، این آزمون همه ساله است. باید در یعنی رشد در تکامل این آزمون تمام مثلا ساحه ها، تمام مؤسسه ها، تمام ساختار و زیر ساختارهایی که امروزها در کشور ما فعالیت دارند باید سهمگذار باشند. و همه یعنی پدران و مادران، به همه یعنی استادان، البته همه مربیانی که از کودکستان هستند و استادانی که در مکاتب‌های یعنی میانی عمومی تدریس میکنند و همه یعنی استادانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌نمایند، به همه جوانان خواهش میکنم که حتما برای یعنی رشد من بعدی علم‌های طبیعت شناسی و دقیق و ریاضی و در پایه آنها تمام انواع علم‌هایی که امروز برای جامعه ما ضرور هستند باید همگان یعنی سرجمانه یعنی باید در رشد همین علم‌ها حصه گذار باشه. تشکر، سلامت باشید. تشکر که دعوت ما را قبول کردید، آمدید و وابسته به موضوع مهم آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که خوشبختانه 1 سال سپری گشت از آن صحبت کردید. و بینندگان عزیز، صحبت کردیم با رحمان رحمانوف، معاون دیرکتور اوید به علمی انستیتوت خیمیایی به نام واسیلی ایوانویچ نیکیتینی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. گمان میکنم که از صحبت ما بهره برداشتید و با آزمونی که عنعنوی گردیده است عمیقاً آمادگی میگیرید. خیر، سلامت باشید. برنامه صحبت روز